موفقیت چیست؟ تعریف موفقیت برای هر کسی متفاوت تر از فرد دیگر است. زیرا فرد موفقیت را در آرامش داشتن می داند، در حالی که فرد دیگر موفقیت را در پول و ثروت می بیند. ولی به طور کلی می توان تعریف موفقیت را رسیدن به آن قله‌ای در نظر گرفت که در طول عمر در تلاش برای فتح اون هستیم. برای رسیدن به موفقیت در زندگی چارچوب ها و قوانین وجود دارد که می تواند ما را به آن برساند. پس در این ویدیو ما برای شما 10 گام برتر برای کسب موفقیت که تاکید بسیاری بر آنها شده است را آماده کرده ایم که این 10 گام می تواند شما را به موفقیت برساند، به شرط اینکه به آنها پابند باشید. در همین اول یادآور شوم که در گام 10 نکته طلایی موفقیت را قرار دادم. گام اول هدف گذاری. شما باید مسیر موفقیت خود را ترسیم کنید. برای این کار باید علایق خود را به خوبی بشناسید و قبل از دستیابی به هر گونه موفقیتی شما باید فکر کنید و مشخص کنید که موفقیت برای شما چی معنایی دارد. چی آرزویی دارید که مدام به آن فکر میکنید. گام دوم زندگیتان را هدفمند کنید. هدفمند زندگی کنید. برای رسیدن به آرزوهایتان و تبدیل شدن به انسانی که دوست دارید شما باید به کارهایی که انجام میدهید دقت داشته باشید. گام سوم به خود تعهد داشته و به تعهدات خود وفادار باشید. تنها برنامه ریزی کافی نیست. شما باید به اهداف و قولهایی که به خودتان میدهید متحد باشید و همچنان خوشقولی را در تعهداتی که به دیگران میدهید نیز رعایت کنید. گام چهارم موفقیت را از درونتان آغاز کنید. موفقیت درونی یکی از ارکان اصلی برای رسیدن به موفقیت است. به اعتقاد ثروتمندان و افراد برتر جامعه 99% عوامل داخلی و 1% عوامل بیرونی در موفقیت مساهم هستند. گام پنجم زندگی خود را با دیگران مقایسه نکنید. به یاد داشته باشید که برخلاف تصور شما در زندگی افرادی که آنها را شاد و خوشبخت می دانید ناراحتی، ناامیدی و مشکلاتی در پشت پرده زندگی آنها وجود دارد که شاید شما هرگز این ناراحتی ها را نبینید. گام ششم قدردان نعمت‌های زندگی باشید. اگر همواره تمرکز خود را روی نداشته هایتان بگذارید همواره احساس ناراحتی و کمبود میکنید. پس به جای آن تمرکز خود را روی داشته هایتان داشته و از نعمت‌های زندگیتان لذت ببرید و به سمت هدفتان استفاده نمایید. گام هفتم مدیریت مالی مناسب داشته باشید. یادگیری نحوی مدیریت پول ثبات مالی شما را تضمین می‌کند. شما باید هزینه‌های خود را مشخص کنید تا بتوانید آنها را مدیریت نمایید. گام هشتم زمان خود را مدیریت کنید. معقول کردن کارها به دقیقه آخر می تواند باعث ایجاد استرس و فشار روانی در وجود شما شود و کار هم به درستی انجام نشود. گام نهم فرصت‌ها را غنیمت بشمارید. علاوه بر زمان، فرصت‌های زندگی خود را غنیمت بشمارید. اگر فرصتی برای درخشش استعدادها و رسیدن به آرزوها برایتان پیش آمده است، از آن استفاده کنید. گام دهم نکته طلایی. نکته طلایی موفقیت این است که آن را در همه جنبه‌های زندگی خود باید بیاورید. شما باید به سلامتی روح و جسم خود اهمیت بدهید. زیرا این دو همسفران اصلی شما در مسیر موفقیت هستند. جهان سپاس از اینکه تا آخر این ویدیو با ما همراه بودین. فراموش نکنید که اگر تا هنوز عضو این کانال نشده اید پس حتما به کانال سابسکرایب نمایید و برای حمایت از ما این ویدیو را لایک نموده با دوستانتان به اشتراک بگذارید. خدا نگهدارتان باد.